مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با عبدالسلام دهاتی، هفتم ماه 2 سال 40، سمرقند. رفیق دهاتی، 6 فوریه از رحیمی یک تلگراف گرفتم که کوفیه اش را به شما فرستادم. البته من مقصد تلگراف را مفصلا نفهمیدم. درست همین قدر را فهمیدم که در مکتوب پارچه درباره کانال درآوردن در کار بوده است. اما این به چی ترتیب می شود؟ اینش به من معلوم نیست. دیگر اینکه من کانال را ندیدم و در وقت زمستان صحتی من راه نمی دهد که به آنجا روم. از وقتی که سرما و بارش سر شده است قریب از خانه نمی برایم. اگر در هفته 1 روز از خانه برایم البته شمال می خورم و به کمپرس یا بنکه محتاج می شوم. اساساً فکر من درباره کانال این است که در آن خصوص یک رپورت مخصوص از نام بناکاران کانال نوشته شود. اما اگر پارچه نوشته با مکتوب اولی علاوه کرده شود، مکتوبی که ذاتاً دراز و پیج در پیج بود باز هم درازتر و پیج در پیجتر می شود. رحیمی در تلگراف خود وزن مکتوب را توصیه کرده است، اما در دست من نه آن مکتوب است و نه مسوده هایی که در آن خصوص کرده بودم. در وقتش گفته بودم که مسوده ها را به من گردانید. لاهوتی خوب گفته بودند. بعد از رفتن لاهوتی رحیمی مسوده ها در دست من نیست، همه را لاهوتی بردند گفت. رحیمی وعده کرده بود که 1 نسخه از چاپ ماشینکه دهد، لیکن این را هم نکرد. از شما التماس آن که اولا خودتان در این خصوص فکر کنید که اگر مسئله کانال با آن مکتوب علاوه شود چی می شود؟ دوم، در این باره با سکه و سونرکام گپ زنید. اگر شما هم به فکر من همراه باشید، یعنی علاوه مناسب ندانید، مخصوص به رفیق قربانوف معقول کنید. لیکن اگر علاوه لازم باشد و این علاوه را کردن من لازم باشد، 1 نسخه از مکتوب به من فرستانید و هم مضمون و حجم علاوه شونده را با سازش سکه و سونرکام به من معلوم کنید. در این خصوص فکر اولی را به من با تلگراف معلوم کنید. اگر علاوه کردن لازم می بود هم باید این علاوه را رفیق ترسونزاده و رحیم جلیل که شخصا در بالای کانال هستند ترتیب می دادند. اگر لازم می شد من به تحریر اشتراک می کردم. به فهم من در سمرقند نشسته درباره کانال بین کانی بادام و لنین آباد شعر نوشتنی من مثل در تاشکند نشسته درباره کانال لغمان داستان نوشتنی میر تیمور می شود. میر تیمور که یکی از شاعران خوبی ازبک است، از بس که نادیده نوشته بود آن داستان خیلی بد برآمده بود و سال گذشته در مجلس سیوز نویسندگان ازبکستان در وقت چیتکه آن داستان آن را خود من از همین وجه تنقید کرده بودم. حاضر خودم اساساً در بالای لغت کار میکنم. ما با کلپاکوف در این کار استخوان نفچی شده ایم. اولها نرم ما روز 140-150 لغت بود. در آخرها به 300 رسیدیم. در روزهای جداگانه 350 حتی یک روز 400 هم کردیم. ما به این موفقیت با آن راه رسیدیم که روز بجای 4 ساعت اکادمیکی 3 ساعت نجومی 6-7 ساعت نجومی کار میکنیم.
در وقت کار راه نمیدیم که پشه پر زند. از 16 ینور تا 2 فوریه فقط یک روز دم گرفتیم. به رفیق اولوغزاده، میرشکر و لطفالایف ها سلام رسانده بود. با سلام رفیقانه عینی. البته نتیجه را با تلگراف معلوم کنید و تفصیلاتش را با خط عینی. اگر یتیم برآمده باشد به رفیق کبریا گوید که زودتر 25 نسخه فرستاند. آچر که جشن تاریخی درباره پنجکن را هم در قطار دیگر کتابچه ها نفرستادند. از وی هم 20 دانه فرستانند. اگر المنخ برآمده باشد خودتان 6 دانه فرستانید. عینی. با ابوالقاسم لاهوتی، سمرقند، 26 فوریه سال 1940. محترم رفیق لاهوتی، من 19 فوریه از شما یک تلگراف گرفتم. تلگراف 18 فوریه از مسکو داده شده بوده است. مضمون تلگراف: استالیناباد رفته ایستادم. شعری درباره کانال نوشته تان را به وокزال فرستانید. من حساب کرده دیدم که 18 فوریه یعنی روز یکشنبه از مسکو به استالیناباد پویزد نمره 8 حرکت نمی کند. به این ملاحظه مقرر کردم که باید شما از مسکو 17 فوریه حرکت کرده باشید. در تلگراف روزی حرکت نوشته نشده بود. پویزدی که 17 از مسکو حرکت می کند 22 به سمرقند می رسد. من 22 فوریه در وقت عادتی پویزد به وокزال برآمدم. پویزد 7 ساعت دیر کرده می آمده است. بنابراین به خانه برگشته در وقت تعیین شده برآمدم. پویزد آمد، اما در آن پویزد در وگان میجدونارادنی شما نبودید و کسانی که شما را شخصا می شناسند در آن وگان بودند. آنها هم تصدیق کردند که شما با این پویزد از مسکو نبرآمده اید. من گمان کردم که مادام که 18 فوریه از مسکو نبرآمدید و 18 فوریه نوبت پویزد کراسنوودسک است، با وی هم حرکت نخواهید کرد و 19 فوریه باز برای استالیناباد پویزد نیست. لاجرم باید 20 فوریه برآمده باشید. پویزد 8 که از مسکو 20 فوریه حرکت می کند از روی حساب باید 25 در سمرقند می شد. در وقتش برآمدم. گفتند که پویزد 10 ساعت دیر مانده است. به خانه برگشته باز در وقت تعیین شده برآمدم. این دفعه گفتند که باز 10 ساعتی دیگر دیر مانده است. اما در وقت سوم برآمدن کامیاب نشدم. بنابراین با این مکتوب احوال را عرض کرده چیزی که درباره کانال نوشته شده بود به خدمت فرستادم. از خواهرتان و از همه بچگان سلامی گرم و جوشان. به سلام رفیقانه عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند.
از ابوالقاسم لاهوتی 26 فوریه سال 1940 استالیناباد. استاد محترم عینی، خطی به رفیق ترسونزاده نوشته اتان را خواندم. در وقت برآمدن از مسکو من به رفیقه بانو گفته بودم که به شما تلگرام فرستاند و خواهش کند از نام من که اگر شعر درباره کانال گفته اید به وокزال فرستانید. حتی گفته بودم که بنویسید با شافیرتان فرستانید. معلوم می شود که تلگرام را هم مانند تلگرامی درباره شوتکا خطا مخابره کردند که شما خودتان به وокزال برآمدید. وجدان شاهد است که قطعاً به زحمت شما راضی نبودم. اینک حالا شرم میکنم که سبب دردسری نو شدم. در خط مفصل به شما نوشته بودم که رفیق قربانوف خواهش و اصرار کردند که به شما بنویسم. خودم باشم چنین زحمت ها به شما نمیدیم. اکنون درباره خطی به رفیق استالین باشد، شما به خوبی میدانید که شرکت من در این خدمت به طلب کمیته مرکزی پارتی کمونیستی تاجیکستان بود. طبیعی است که به طلب کمیته مرکزی احساس صمیمیت من نسبت به راهبر هم علاوه می شود. اینکه شما خیال کردید که به واسطه درازی خط پراود آن را چاپ نکرده درست نیست. چاپ نشدنی خط فقط و فقط به این سبب بود که خلق تاجیک آن را دست نمانده بود. معلوم می شود که خلقای دیگر چند صد هزار امضاهای جداگانه با خطهای خود فرستادند و خط تاجیک را بغیر نام 4 شاعر امضای دیگر نداشت. وقتی که سکه تاجیکستان این را دانست، الکه جشن 60 سالگی رفیق استالین گذشته بود. پس رفیق پروتاپوف و قربانوف در مسکو گفتگو کرده قرار شده بود که خط را به یگان واقعه وابسته کنند تا چاپ شود. در نتیجه مذاکره ها بنا شد که خط را به کانال وابسته کنند و رفیق قربانوف طلب کرد که به شما خط و تلگرام بفرستم تا که به کانال بیایید و من هم روم علاوه نو را نویسیم. انا این تاریخ راست و درستی چاپ نشدنی خط. مثلا اگر کار کانال تمام شود و خط تمام نباشد باز هم چاپ نخواهد کرد، ولیکن نه به سبب درازی خط یا بودن ابرازها بلکه به واسطه گذشتن وقت. مضمون خط مخصوصاً ابرازها را کارکنان کمیته مرکزی پسندیدند و توصیف کردند. این را باور کنید. به سلام و احترام، لاهوتی. امضا. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما